قرآن میگه که اول تربیه ایمانی کنین اولادایتان. اینال چه قسم تربیه کنیم؟ اول تربیه ایمانی است. عقیده اولاد خوب شود، عقیده اولاد مطابق قرآن سنت رسول الله. ارکان ایمان از آیات قرآن برش گفته شد، از احادیث پیامبر ارکان ایمان. دیگه کتاب نیست، قرآن حدیث برش بگو. الله و رسولش از ما ایمان تقاضا کرده. تربیه ایمانی در رأس اوله، در اول قرار داره. قرآن میگه که اول تربیه ایمانی کنین اولادایتان. مثلا از لقمان یاد میکنه قرآن، و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله. اول عقیدهش گفت. یاد که میگه لقمان وقتی که اولاد خود واعظ و نصیحت میکرد چی گفت؟ یا بنی لا تشرک بالله. ای اولاد فرزند ما شریک نکنی با الله کسی را. ان شرک لظلم عظیم. شرک بزرگترین گناه. شرک معرفی کو. شرک از نظر دیگانه قرآن چی میگه؟ شرک در قرآن چی است؟ کدام عقیده شرک است؟ کدام عمل شرک و کفر است؟ همین بعضی اعمال هم شرکی است، کفری است، انسان کافر میشه. بعضی عقیده هم است. ایتا کتاب الله را نخوانی خود شرک نمیشناسی. الله شرک با ما و شما معرفی کرده. شرک چیست؟ توحید الله معرفی کرده است در کتاب الله. تا کتاب الله را نخوانی والله شرک و توحید نمیشناسی. ابراهیم علیه السلام اولادای خدا چی میگه؟ ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. الله دین برای شما انتخاب کرده، نمرین مگر مسلمان. اولادا بسیار. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا و نحن له مسلمون. آیا می حاضر بودین که یعقوب علیه السلام در وقت مرگ چی گفت به اولادش؟ ما تعبدون من بعدی. کی را عبادت و اطاعت میکنین بعد از من؟ در آخر مرگ هم به اولاد خود توجه داشت. آخری گپای خود بر اولادای خود گفت. قالوا اونا گفتن نعبد الهک، عبادت و بندگی معبود تو را و اله آبای که ابراهیم اسماعیل که انبیا بودن و به حکم الله چنگ زده بودن عمل کردن، او ذات عبادت میکنیم. الها واحدا که یک معبود یک ذات است و نحن له مسلمون. ما تابعدار ای ذات است، هر فرمانش قبول دار. در آخر مرگ شما میگه پزد آلی سفیدای ما که میمرم میگه زمینم در اونجا من فلانی اونجا من یک نفری مرا زده امور قصد ما بگیری خود که با در خبر ما آرام نمی باشه. و میگه بیغم باش تو یک دفعه بمر باید ما سعی چی میکنم. این جهالت است که میمره دو چشمش در مال در این چیزا هست. اول عقیدهش گپ دیده، اول عقیدهش توحید یاد بته، اعمالش تا آخر مرگت هم باید عقیدهش توجه داشته باشه. این کنترل میگن. اول تربیه ایمانی با تربیه عبادتی است، با تربیه فکری. فکر اسلام چی را میگه؟ افکار دیگه غیر اسلام وجود داره، او را برش معرفی کن. گوش کرده باشید این چیزا نری. محبت الله، محبت رسول الله صلی الله علیه و اهمیت جایگاه پیامبر صلی الله علیه و مقامش، احادیث رسول الله صلی الله علیه و برش یاد بدی. تربیه اخلاقی، اخلاق رسول الله صلی الله علیه و برش یاد بدی. تربیه صحی، صحتی که رسول الله صلی الله علیه و میخواد. عاطفی، عطوفتی که از چی چیز بترسد، چی چیز نترسی. این مختلف اقسام تربیه. اگر کسی اولاد خود با تربیه کرد، بعد از مرگ امی اولاد به دردش میخورد تا بعد از مرگ در دنیا اولاد صالح یدعو له اذا مات ابن آدم انقطع عمله. انسان که مرد عملش قطع میشه. سه چیز میماند: صدقه جاریه، علم ینتفع به، علمی که نفع گرفته میشه، اولاد صالح، اولاد صالح یدعو که دعا کنه. اگر صالح اینجا تربیتش کردی خوب، اگر نه نام جرم جنایت است میکنه. کلگی باید میگه این بد پدر از این لعنت، این بد پدر از این. او در قبر مردگی است، مردم لعنت کرده رئیس با بالای نه دستی اولاد. تو تلاش تبوک مطابق کتاب الله مسئولیت انجام بده که اولادت تربیت کنی. بسیار مهم است.